السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز و گرامی، انشاءالله که امروز با یاری پروردگار میخواهم طرز آماده کردن خلیب را نشان بدهم. شما بیننده برنامه ما باشید. کسانی که آبونه نشده باشند کوشش کنین که آبونه شوین، ویدیوی ما را برای دوستاتون روان کنین. من انشاءالله که شروع میکنم برای خلیب را آماده کردن. خلیب ما عبارت می باشد از 3 استکان آب. 3 استکان آب را من در ترازو ماندم، یعنی هر استکان ما 240 میلی لیتر آب شد. اینا بسم الله میریزم آب را در داخل ظرف. 3 استکان البته. یعنی دومش. این سومش. بعد از آب را انداختن یک قاشق خرد بگیم دراج داریم، یعنی یک قاشق خرد خمیر مایه میگن ایرم. اینا را میاندازیم. اگر با گرم بگیرین 4 گرم دراج. بعد از دراج انداختن یک قاشق دیگر شکر، قاشق میده، البته قاشق میده است نه قاشق شکر. بعد از شکر انداختن در ظرفمون 2 قاشق نمک داریم، 2 قاشق میده نمک، نه یک تا. این دومش. حالا چی کار میکنیم؟ ایرا آمیخته میکنیم. اینا به همین ترتیب. ایرا 2 دقیقه میگذاریم که همین دراج ما کمک دم بخوره. بعد از او 1 کیلو آرد است. یعنی دوستا ببینید 1 کیلو آرد را من در این چیکار میکنم؟ میریزم. اینا گذاشتیم که آب ما با دراج دم خورد. اینا حالا چیکار میکنیم؟ 1 کیلو آرد داریم. آردمون میبیزیم در داخل همین خمیرمون. اینا خمیر میکنیم به همین ترتیب. 1 کیلو آرد همشه میریزیم. اینا خلاص. حالا چیکار میکنیم؟ با دستمون بسم الله گفته خمیرمون آهسته آهسته میخیلیم. خمیر خلیب ما بسیار سختی بد نمیشه، بسیار نرم میشه. طلب بگیم میکنیم خمیره. شما در دوام ویدیو میبینین انشاءالله که چخیل آماده کردیم میره. مدتی 5 دقیقه ما این خمیرمونه میخیلیم بگیم با دست میزنیم تو خمیر ما خمیر خوب شود. نه ببینید خمیر ما قدر خمیر سخت نیست و قدر نرم هم نیست. حالا چیکار میکنیم؟ این خمیر را میگذاریم
میگذاریم که 2 ساعت خمیر ما دم بخوره. این خمیر در داخل یک پلاستیک در بالاش میکشیم. بعد از او باز بالاش میپوشونیم. 2 ساعت بعد خمیر ما انشالله که آماده میشود. بعد نوبت باز با در داخل قالباش گرفتن. بینندگان گرامی، خمیر ما 2 ساعت دم خورده است. چیکار میکنیم؟ اول قالبایی که داریم اینها را روغن میمالیم. ببینید روغن فرمچکای چی را خلیبه، چون که اینها را باید آماده بسازیم قبلا. روغن میمونیم. این به همین شکل این خلاص شد. حالا کمتر آب داریم. این خمیر باز میکنیم. ببینید که این خمیر ما 2 برابر هم زیادتر دم خورده است. چیکار میکنیم؟ دستمون در آب تر میکنیم، چون که در دست ما خمیر نچسبه. این به همین ترتیب قطعی میکنیم خمیره. نه ببینید خوب رسیده است. یه ترازو داریم. ترازو را روشن میکنیم. ما 550 گرم از همین خمیر میگیریم. این دوستا 550 گرم است. باید که ایره این شکل قطعی این میخیل در داخل قالبمون میاندازیم، میپرتیم. این دومش هم همچنان است. مثل این زوالواری هم تو که گرفتیم این در قالبمون انداخته میره. ببینین خمیر ما این آخرانش است. 3 دانه از همین خلیب ها می شود. چون که من از اینا 2 دانه دارم، این باقیش در داخل این می اندازم. این 3 تا 550 گرمی شدن. این بینندگان گرامی، من بالهای اینا را می پوشانم. این تو یک پارچه قطعی تقریبا 1 ساعت تا 1.5 ساعت این باید که خوب پدیان بتیه. مثلا هستن بعضی که در دخوفکه بگیم دست آتش پس میمونن که تیزتر دم بخوره. من که وقتم زیادتر که هستم میخوام که در همین هوای خانه بگیم، در هوای گرمی همین خانه خودش به خاطر خودش بگیم که پدیان بتیه. دیگه باز 1 ساعت تا 1.5 ساعته باز برای شما میگم که در چند دقیقه پدیان داد. تماشابینان گرامی، اینا ببینن که خیلی ما 1.5 ساعت ایستاد در این قالباش. میبینید که پدیام داده است. این رو میبرم در دخوفکه میمونم، در داش میمونم. حرارت 250 درجه 40 تا 45 دقیقه پخته میشود. باز وابستگی به دخوفکه هر یک شما هم دارد، چون که مثلا بعضی دخوفکه هست شاید که قوت زیاد باشد تیزتر سرخ میکند، یا قوت کمتر باشد شاید دیرتر سرخ میکند. و همون خاطر من در دخوفکه‌ای که دارم میگذارم 40 تا 45 دقیقه باید پخته شود. باز برای شما میگم. تماشابینان عزیز، من قالبای خلیب انداختم در داخل دخوفکه، ولی منتظر میشیم دهانش 1 دقیقه باز میگذاریم که یک کمتر پدیانش باز هم بالاتر شود.
بعد از او دهانش بسته میکنیم. حرارتش 250 است. مدت 40 تا 45 دقیقه انشاءالله که اینا باید پخته شوند. این آتش در مدت 45 دقیقه پخته شد. حالا اینا را از دخوفکه میگیریم. ببینین وقتی که میگیریم اینها را در حال روغن در بالاشون در همه گرمیشون روغن میشکیم به همین ترتیب قطعی که به خاطر رنگشون خوب میشه. این خلیب ما آماده شده است. 3 دانه شد. 45 دقیقه ما را پخته کردیم. اینا ببینین این خلیب چون که هنوز گرم هستن کوشش کنین که سرد شوند بعد ببرین خلیبتون. من فقط یک برای شما نشون میدم که چه خیلی پخته شده است. بسم الله. بعد داخلی را ببینید. ببینید که هنوز گرم است. این خلیبی امروزه تیار کردگی ما. تماشابینان گرامی ابونه شدن فراموش نکنین. ویدیوی ما را به دوستاتون روان کنین. بیننده برنامه ما باشین. الله نگهدار و یار و مددگاری همه ما و شما باشد تا برنامه های بعدی. سلام علیکم.